میریم عملیاتی که روی سر بیمار کاشت انجام میشه توسط استاد عزیزمون جناب آقای خزایی عزیز. بفرمایید. کاشت موی بین مویی هستش، خودشون مو دارن، قسمت های ورتکسشون حالا با تراکم بیشتری کاشت میشه چون این ناحیه ورتکس خالی تر بود که رفته چند تارمی داشتون کاشت میشه که به نتیجه خیلی خوب و در بر خواهد داشت. جلسه اول کاشت انجام دادن یا نه؟ بله. کی بوده قربون؟ سه شنبه. الان ناحیه ورتکس رو دارم روش کار میکنم. دست شما هم درد نکنه. آقا راضی هستید شما؟ مریضمون از خارجی هستن؟ عرب هم؟ هم انگلیسی هم عرب هم زشون Oman? Schön, wunderschön. Keine Schmerzen, nichts, alles läuft gut. Ich bin zufrieden. Dankeschön, vielen Dank. Thanks for you. گوشی رو از چیز